شما دیدید که خداوند متعال از برکت ولادتش آمنه میگه که تمام خانه روشن شد در مکه و از روشنایی این خانه آمنه تمام مکه را نور و روشنی فرا گرفته بود و کنگره های از قصر کسری سقوط کرد. پایه های قصر کسری در ایران در سرزمین فارس سقوط کرد و آتشکده فارس که 1000 سال بیشتر افروخته شده بود خاموش شد و به عین ترتیب در روایت و در کتاب‌های سیرت و تاریخ این مطلب ثابت است که در شب تولد رسالت پناه حضرت محمد مصطفی حبیب القلوب صلی الله علیه و سلم گروه فرشتگان آسمان و زیارت وجود منور رسول اکرم
منظم و مرتب پایین می شدند و بالا می رفتند دوباره. و صفیه بنت عبدالمطلب که عمه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، صفیه میگه به خدا قسم من دایه ولادت رسول اکرم بودم در مکه، من دایه بودم و دیدم به مجردی که رسول اکرم تولد شد سر به سجده گذاشت در ولادت خود و من گوش خود را نزدیک کردم. رسالت پناه می گفت که اللهم امتی اللهم امتی. در وقتی که کودک بود و نو به دنیا آمده سر به سجده و می گفت که اللهم امتی. و پیامبر بزرگوار ما حضرت محمد رسول الله نور من نور الله علیه السلام که دوا و علاج و شفای دلهای امت است، شفای دلهای گناهگارا است، چراغ سینه ها است، نور چشم ها است و دوای دردهای ما مردم است. پیامبر علیه السلام با مجرد میگه تولد شد، ختنه شده و سنت شده به دنیا آمد. به قلم به دست بلاکیف پروردگار مبارک مختون یعنی ختنه شده به دنیا آمد و میگه در بین شانه های آن حضرت دید مثل یک تخم کبوتر گوشت و موها بلند بود، در اون نوشته بود که لا اله الا الله محمد رسول الله، مهر نبوت. خداوند ما را امت همینطور یک پیغمبر ساخت. پیغمبر علیه السلام از جمله معجزاتی که داشت در کودکی و از جمله برادرای رضایی خود در شهر مکه، پیامبر در شکم مادر بود که در امی مکه معظمه که پدرش عبدالله برای تجارت رفته بود، در برگشت در سرزمین مدینه مبارک فوت کرد. مبارک پیغمبر علیه السلام یتیم به دنیا تولد شد و وقتی که تولد شد علمای سیرت میگه در یک حکمت بوده. حکمت در این بوده که حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الثقلین و امام الحرمین حبیب القلوب رسول اکرم علیه السلام میگه در وقت ولادت چرا یتیم به دنیا آمد؟ چرا پدر به سر زو استاد نبود؟ به خاطر که حضرت پیامبر اینمی تو رشد کنه، در مشکلات کلان شوه یتیم تا به جای ابی یعنی پدر صدا کنه که ربی، تا به جای ابی گفتن صدای ربی گفتن را بلند کنه. در یمی حکمت بوده و تا که داغ یتیمی را او مبارک بچشه و بر سر امتی که مظلوم است، مردم یتیم، مردمای غریب و مظلوم، او ترحمش عملا تربیت دیده باشه. و این خاطر پیغمبر را در سوره والضحی خداوند میگه الم یجدک یتیما فآوی. یا رسول آیا تو را پروردگارت یتیم پیدا نکرد؟ در نیافت؟ فآوی، تو را به آغوش مردم جای داد. تو را پیامبر کسی به شیر دادن نمی برد. چرا در مکه معظمه در همین سرزمینی که ما حضور داریم مردم اولاد سرمایه‌دارا را می بردن، چون پیامبر یتیم بود می گفتن این غریب است و این مال و دنیا نداره، زنی که او را داییگری کنه حتی حاضر نمی شد. بالاخره یکی از زنها به نام حلیمه سعدیه هیچ کودک برش پیدا نشد. پیامبر علیه السلام به قسمت از او رسید. پیامبر علیه السلام را با مجردی که حلیمه میگیره و میبره، اما از اون لحظه خوشبختی حلیمه سعدیه شروع میشه. هر قدمی که حلیمه بر میداره در برکت، در رحمات و در نعمات به سر میبره. حلیمه خودش حکایت میکنه من کودک را مثل محمد من در عمر خود همینطور یک کودک را که من شیر داده باشم من ندیدم. و خدا میگه این کودک در قبیله ما برکت آورد.
و این کودک مانند سایر کودکان است، این خیلی زود رشد میکنه. ببینیم پیامبر علیه السلام شیرخواره است، از پستانی که این شیر میخوره و بازم مادر شیرخواری از او مادر رضاییش برای محمد رسول الله رسول الثقلین نور من نور الله علیه السلام از پستان دیگه که مربوط برادر رضایی رسول الله است شیر میداد. پیامبر در کودکی نمیخورد، ابا میورزید که در امانت خیانت نکرده باشه. هنوز کودک شیرخواره است، پستانی که مخصوص برادرش است از او دان نمیزنه، از اوش شیر را حتی نمیخوره. پیامبر علیه السلام در سرزمین مکه دوباره آمد، اما در همین سرزمین مکه مبارک 6 ساله بود که مادر خود را از دست میده. حضرت آمنه را پیامبر در کودکی هم پدر و هم مادر خود را هر دو را از دست میده. بالاخره جدش عبدالمطلب سرپرستی میکنه در همین مکه. بعد از در 8 سالگی جدش وفات میکنه. باز کاکاش ابو طالب یک کودکی که دست به دست میگرده ولی این سرنوشت دنیا را تعیین میکنه. کودکی که دایی بر شیر دادنش حاضر نیست ولی خداوند بر رفتنش به معراج افتخار میکنه. کودکی که در خانه مادر به اصطلاح نان نداره ولی در شب معراج وقتی که میره در عرش پروردگار میرسد در منطقه بالاتر از صدره و رفرف، میخواه که نعلین شریفین را از پای خود بدر کنه. پروردگار میگه در یادش میگه که موسی کلیم در کوه طور رفت، خداوند در قرآن برش گفت فخلع نعلیک یا موسی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوى. ای موسی نعلینت از پا بدر کن، تو در وادی مقدس طوى قرار داری. تو باید در اینجا در حضور رب العالمین در پیشگاه ما استاد میشی، با ادب و با حرمت باید استاد شوی. داستان رفتن موسی کلیم در کوه طور به خاطر پیامبر در شب معراج خطور میکنه. پیامبر علیه السلام شروع میکنه که کفشای که چندین پیوند خورده و خودش کفشای خود را میدوخت. پیامبر کفش پینه‌خور خود را از پای بدر کنه. خداوند برای صدا میکنه یا حبیب من کفشای تا بدر نکن که عرش ما به کفش تو افتخار میکنه. امراه کفشت بر سر جایی که تو هستی در همین منطقه تو حرکت بکن. خلاصه پیامبر علیه السلام 13 سال از مکه در مکه دعوت داد. در سرزمین مکه 13 سال مردم را به سوی توحید، خداپرستی و خداشناسی دعوت داده. خب ما در صحبت‌های شبانه‌ای که در اینجا داریم و بالاخره در مدینه الرسول علیه السلام انشالله در اونجا ما درس‌های هم داریم در جوار رسول اکرم خدمت شما و این درس‌ها را ما ادامه میدیم شبها تا که از خلال از ما سوز گداز جذبه عشق از پیغمبر، از حدیث، از سنت، از آیات قرآن کریم، از روایات اسلامی برای ما پیدا شده باشه. پیامبر به سوی از مکه بعد از 13 سال به سوی مدینه هجرت میکنه. ما انشاءالله القریب در جایی که بالای پیامبر اولین آیات قرآن نازل شد انشاءالله ما میریم او را زیارت میکنیم. در کوه در جبل النور در جبل النور در غار حرا خداوند نور نازل میکنه. در نام از این کوه جبل النور است. واقعا اسمی که واقعا این مسمایی که بهترین تسمیه برش داده شده. پیامبر علیه السلام در غار حرا برش اولین آیات قرآن در مکه در همین سرزمین نازل شده. در اونجا جبرئیل علیه السلام برش میگه که ما البته در این رابطه صحبت‌های بعداً دار در بحث دیگه
و در صحبت دیگه ما شما پیامبر علیه السلام پس از 13 سال از مکه معظمه و سوی مدینه منوره میرفت. خب در مدینه منوره 15 الا 16 ماه و طرف مسجد اقصا فلسطین نماز خوانده. یعنی او قبله پیامبر علیه السلام بود مدت 16 الا 17 ماه. اما پیامبر علیه السلام با مجردی که از مکه معظمه خارج شد و سوی جبل ثور که 3 شبانه روز در اونجا رفته و ما انشاءالله در جبل ثور هم میریم و صحبت هجرت پیامبر را در همون لحظه برای شما انشاءالله تشریح خواهد کردیم. پیامبر علیه السلام بیت حرم مکی در اینجا فضائل را علما و محدثین بیان کرده از طریق قرآن و احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. از او جمله در قرآن کریم است فیه آیات بینات مقام ابراهیم. در خانه کعبه دلایل روشن است، معجزات است، دلایل روشن. یکی از او جمله مقام ابراهیم، یکی جای پای ابراهیم علیه السلام است که شما میبینید ابراهیم خلیل بر سر سنگ ساده و نقش پای ابراهیم در سنگ فرو رفته. به حکم پروردگار، به حکم خدای قوی متین، نقش پای ابراهیم خلیل در بین سنگ فرو میره و خداوند این نقش پای را من حیث یک خاطره و نشان و معجزه و بینه برای دنیای اسلام الی یوم القیامه خداوند این را زنده و پابرجا نگاه کرده و ما امروز این نقش پای ابراهیم را مشاهده میکنیم. پایی که برای ساختن مسجد خدمت کرده و بالای از او قرار گرفته. خدا خدمت سازنده مسجد را فراموش نمیکنه و جای پایش زیارتگاه عام و خاص اهل ایمان است. جای پای کسی که خدمت به اسلام و خدمت به دین میکنه. و پروردگار در خانه کعبه هر روز و هر شب 120 نظر رحمت میکنه. در حدیث 120 نظر رحمت میکنه و خداوند متعال 60 نظر رحمت را برای اهلی که طواف میکنه بر ازواج عنایت میکنه. 60 نظر رحمت را و 60 رحمت خود را برای کسایی که طواف میکنه اطراف بیت الله الحرام خداوند نصیب طوافون میکنه، طواف کنندگان. و 40 نظر رحمت را شامل حال مصلین و نمازگزاران میکنه در داخل حرم. 40 نظر رحمت را تقسیمات میکنه فیصدی امین نظرهای رحمت را. خداوند 120 نظر رحمت در یک روز در خانه کعبه میکنه و 60 رحمت را شامل حال کسایی میکنه که در اطراف کعبه طواف میکنه. 40 رحمت را شامل حال کسایی میکنه که در حالت راکعین و ساجدین قائمین در نزد پروردگار و نیاز و مناجات و تسبیح و دعا در سر نماز مصروفند. 40 نظر رحمت شامل نمازگزاران است و 20 نظر رحمت شامل حال کسایی است که نشستن با چشمای خود در و دیوار کعبه را زیارت میکنه. خداوند این چشما را از رحمت پر میکنه. خدا این چشم نورانی میکنه. خدا این قلب نورانی میکنه. دیدار کعبه رحمت پروردگار است. دیدار کعبه. و در روایت آمده گناهگاری که با مجرد پای خود را در لخک دروازه کعبه معظمه میگذارد کمی داخل میشه در خانه رحمت و نیکی داخل میشه. پیامبر میگه وقتی که خارج میشه تمام گناه ها از بدنش میریزه، پاک و منزه خارج میشه از خانه کعبه. این بزرگترین شرف است. پروردگار همین عزت برای ما کفایت میکنه. همین عزت ما را بس که تو خدای ما باشی و ما بندی. همین عزت کفایت میکنه
که تو رب ما باشی و همین شرف و افتخار برای ما کفایت میکنه که ما بگوییم که بنده تو باشیم. و به گفته عبدالله انصار، الهی اگر یک بار بگویی بنده من از عرش بگذرد خنده من. الله اکبر. همین کفایت میکنه. پروردگارا، ما امروز در جوار کعبه معظمه ما مهمان تویم به قول پیامبر تو و ما جز ریزش گناه و عفو گناه ها چیز دیگه ما پیامبر خود پروردگارا ما آرزوی چیز دیگه ما آرزو از تو نداریم. زمانی که ابراهیم خلیل خانه کعبه را به پایه تکمیل رساند و دیوارایش به پایه تکمیل رسید، سقف نداشت زمان ابراهیم علیه السلام. زمانی که تکمیل شد خداوند بر ابراهیم علیه السلام میگه یا ابراهیم برو برای مردم صدا کن که بیاین در خانه ما طواف کنه و حج کنه. ابراهیم خلیل میگه پروردگارا غیر از ما و اسماعیل نوجوان و هاجر کس دیگه در این سرزمین وجود نداره. پروردگار برش میگه علیک البلاغ، میگه علیک التبلیغ و علی البلاغ. ای ابراهیم تو باید تبلیغ کنی، صدا کن، تو باید صدا کنی، من به گوش مردم میرسانم. رساندن به دست ما است. خداوند در قرآن میگه و اذن فی الناس بالحج، برای مردم در آمدن به حج اعلان کو که مردم به سوی حج بیت الله الحرام حرکت کنند. ابراهیم خلیل در سر مروه، شما می جایی که موها را تراش میکنند یا قصر، یک کوه وجود داره بالاتر از این، ایره به نام جبل ابو قبیس یاد میکنه. ابراهیم علیه السلام بر سر کوه میره بالا میشه، شخصا بالا میشه و برای مردم صدا میکنه. ابراهیم علیه السلام یا ایها الناس، یا ایها الناس ان ربکم قد بنا لكم بیتا فحجوه و اجیبوا الله عز وجل. ای مردمان دنیا، پروردگار شما خانه برای شما آباد کرده، این خانه را حج کنند و طواف، این خانه را حج کنند و طواف و اجیب الله، اجابت کنند امر خدا را بشنوند و اطاعت کنند. ابراهیم علیه السلام را صدا کرد. در روایت آمده که پروردگار عالم در ارحام زنان و در پشت مردان در عالم ارواح تمام مسلمانای دنیا را از زمان ابراهیم علیه السلام تا ختم از این دنیا را خداوند در ارحام زنا و در اصلاب رجال، یعنی در پشت مردا، در عالم ارواح فرد اینا را صدای ابراهیمی را به گوششان رساند و اونا در پشت پدران و مادران در عالم ارواح تمام اون نطفه ها صدا کرده عجبناک لبیک اللهم لبیک. تمام نطفه ها در عالم ارواحی را صدا کرده که ما تو را اجابت کردیم، ما صدایت قبول کردیم، لبیک اللهم لبیک. به خدمت خداوند ما را برای ما مقام اولیای خود را امروز عنایت کرده، مقامی که بزرگترین مقام است، در جایی که پیامبر سر مبارک را گذاشته، ما در اینجا سر خود را میگذاریم. در جایی که ابوبکر دستایش و لبانش و زبانش او را بوسیده، لمس کرده، ما به جای از او ما لمس میکنیم. یا عمر فاروق و سایر صحابه، و این بزرگترین یک نعمت پروردگار است. پیامبر در رکن یمانی قبل از حجر الاسود، این همی کنج که میایه و از اینجا ما میریم طرف حجر الاسود، همی کنج را به نام رکن یمانی یاد میکنه، به خاطر که به سمت یمن قرار داره. پیامبر علیه السلام میگه، از ابن مسعود روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر علیه السلام فرمود، ما انتهیت الى رکن الیمانی الا لقیت عنده جبرائیل علیه السلام.
میگه هر زمانی که ما رکن یمانی را لمس کردیم و در اینجا آمدیم، پیامبر میگه در هر بار ما در این مقام جبرائیل علیه السلام را مشاهده کردیم. سبحان الله. در هر باری که ما در رکن یمانی آمدیم، ما جبرائیل علیه السلام را در این مقام ما مشاهده کردیم. پیامبر علیه السلام میگه و در حدیث دیگه میگه، پیامبر علیه السلام میفرماید هر باری که ما رکن یمانی را با دستای خود، پیامبر این کنج کعبه را قبل از حجر الاسود این رکن یمانی را با دستای مبارک لمس کرده و هر باری که ما این را لمس کردیم، ما در هر بار جبرئیل علیه السلام را ما دیدم که دعا میکرد که خدایا هر که دستش به این کنج کعبه میخوره و لمسش میکنه، خدایا تو را مغفرت کنی و ببخش. جبرئیل علیه السلام برای هر فرد امت پیامبر دعا میکنه که با مجرد دستش به این کنج یمانی میخوره، خدایا این را تو مغفرت کنی. میگه من هر بار جبرئیل علیه السلام را مشاهده کردم و ببینیم ما در کعبه معظمه هستیم، در بهترین خانه ها. یک نماز در خانه کعبه مساوی است با 100,000 نماز. یک نماز با 100,000 نماز. پیامبر علیه السلام دوست داشت که در دیوار کعبه، در بین حجر الاسود و در بین دروازه کعبه، در اینجا پیامبر علیه السلام میگه، از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال امنی جبریل علیه السلام عند باب الكعبه مرتين. پیامبر علیه السلام میگه دو بار جبرئیل علیه السلام در نزدیک کعبه، در زیر دروازه کعبه من دعا میکردم، دو بار جبرئیل برای دعای من آمین گفته. در اینجا پیامبر میگه دو بار جبرئیل علیه السلام در زیر دروازه کعبه برای من آمین صدا کرده. این جای اجابت دعا است. این جاهایی است که ما در وقت رفتن به کعبه خوب با دقت که وقت گرانبهای خود را ضایع نکنیم. ما در اینجا باید ما این ارکان حج را، مسائل حج را و آداب و فضایل حج را به گوش دل بشنویم. پیامبر علیه السلام در زیر ناوه رحمت میرفت. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید، میگه ای مردم صلوا فی مصلی الاخیار واشربوا من شراب الابرار. عبدالله ابن عباس بچه کاکای پیامبر است، ترجمان قرآن است، مفسر قرآن است. طفل تقریبا 5 ساله و 6 ساله بود که حضرت عبدالله ابن عباس افتاوه وضوی پیامبر به دستش میداد که او مبارک وضو بگیره، جای نماز برش مینداخت. یک روز پیامبر برآمد که وضو میگیره، عبدالله ابن عباس طفل صغیر است، آب وضو را به دست پیامبر داد. پیامبر دست بالا کرد، برش دعا کرد، گفت اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل. پروردگارا تو این را فقیه بگردانی و عالم در دین و خدایا علم قرآن برش یاد بدی. حضرت عبدالله ابن عباس از جمله مفسرین مشهور قرآن است. این را به نام شیخ المفسرین، استاد المفسرین، شیخ القرآن و ترجمان القرآن این را معروف کردن. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه، میگه ای مردم، برای ما شما میگه ای مردم صلوا فی مصلی الاخیار، در جای نماز اولیای خدا نماز بخوانید. در کعبه، در اونجا که اولیای خدا نماز خونده، در اونجا نماز بخوانید. پرسانش کردن که یا عبدالله جای نماز اولیای خدا و دوستای خدا کجاست؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمود، قال تحت المیزاب، در زیر ناوه رحمت، در حتیم می جای نیمه دایروی در بین ازی، این جای نماز رسول اکرم هم در اینجا بود. پیامبر علیه السلام مکه معظمه را فتح کرد و نماز که خواند
در زیر نامه رحمت خان مبارک در اینجا و نام زیر گفت هذه قبلتون، این قبله است و این را به نام روی و صورت کعبه معظمه در روایات معروف کردن. روی و صورت کعبه معظمه. و پیامبر علیه السلام در وقتی که طواف میکرد، وقتی که در نزدیک ناوه یا میزاب رحمت میرسید در طواف، از پشت حتیم مقابل و موازی با این میرسید. بعد از اون پیامبر علیه السلام دعا میکرد. خود پیامبر اللهم انی اسألک الراحة عند الموت، اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. پیامبر میگفت پروردگارا من راحت و آرامی و آسایش میخوایم در وقت جان کندن. در نزدیک ناوه رحمتی دعا میکنه خدایا در وقت جان کندن مرا آسان بگردانی، جان کندن مرا راحت. پیامبر میگفت، پیامبر معصوم او گناه نداره. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. خداوند گناه پس و پیش، تقدم و تأخر، اول و آخر پیامبر را بخشوده. او پیامبر معصوم در برابری ناوه رحمت میگفت اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. پروردگارا در وقت جان کندن و مرگ برای من راحت و آسایش را نصیبم بگردانی و پروردگارا از تو عفو میخوام در روز قیامت در وقت حساب و کتاب مرا عفو کنی، مرا نگیر. پیامبر علیه السلام و اسألک العفو عند الحساب، مرا در وقت حساب و کتاب عفو کنی پروردگارا. و شهادت میتم و شافعا و من شافعی از هستم در روز آخرت. دیگه ای خداوند ای را نجات میده. برادران ما امشب به این صحبت اکتفا میکنم. انشالله مسائل دیگه ما داریم در باب مکه معظمه و در خصوص فضائل مکه معظمه که انشالله شبهای بعدی هم شما را و هم همشیره های محترمه خود را از صحبت های دینی که مطابق روایات دینی است انشالله مستفید خواهد ساختیم. خداوندا قلبهای ما را و نور ایمان منور بگردان. خداوندا حج ما را مبرور بگردان. خدایا دعای ما را آمین بگردان. پروردگارا سعی و تلاش ما را بپذیر و مشکور بگردان. خدایا گناهان ما را مورد مغفرت قرار بده. پروردگارا اولاد صالح نصیب ما بگردان. پروردگارا اتفاق و اتحاد نصیب ما بگردان. خدایا از برکت تارهای موی سفید موسفیدا که تو خود گفتی و از طریق پیغمبرت که من حیا میه که با موسفید من حساب و کتاب کنم. پروردگارا از برکت موی سفید این مردمی که به امید مغفرت در اینجا آمده، خدایا تو ما را در راه دین خود هدایت نصیب کن. پروردگارا به حرمت توبه نوجوانا و به حرمت حج کودکانی که در چهار طرف حرم شریف طواف میکنن، به حرمت حج امی پایمانده ها، شلها، معذورین، معلولین، مریض ها، خدایا تو ما را مغفرت کن. خدایا در اینجا ما زبانی نداریم که تو را دعا کنیم و زبان ما قاصر است. اما دعایی که محمد رسول الله برای امت خود کرده، پروردگارا در حق ما را آمین بگردان. پروردگارا ما از تو تمنای مغفرت داریم، ما را ببخش. خدایا ما در حق تو ظلم کردیم، ما را ببخش. پروردگارا ما توبه میکنیم، تو ما را ببخش. پروردگارا ما در حق دین تو ظلم و جفا کردیم، ما را ببخش. خدایا قلب خود را و دل خود را به فکر غیر تو مصروف کردیم، ما را ببخش. خدایا تو امر کردی ما مخالفت کردیم، ما را ببخش. خدایا ما تقصیر کردیم، تو برای ما کرم کردی و نعمت دادی، خدایا ما را ببخش. خدایا ما گناه کردیم، تو نعمت دادی. خدایا ما جفا کردیم، تو ما را بنده خطاب کردی. خدایا ما گریختیم، تو از پشت ما صدا کردی. خدایا ما در معصیت غرق و غافل بودیم، تو ما را صدا کردی که عبدی عبدی، بنده من
از جمله متقین بگردان، از جمله محسنین بگردان. پروردگارا عمل کردی که نماز بخوان، پروردگارا نخواندیم. عمل کردی قرآن بخوان، نخواندیم. اوامر تو را بجا نکردیم، نواهی تو را همه را بجا کردیم. خدایا با می روی سیاه، با می روی سیاه، با می سرفکندگی، با می خجالت، خدایا در اینجا هر قسم زبان تو را عبادت میکنم، با زبانهای مختلف تو را با وحدانیت پرستش میکنم. خدایا دعای اهل ایمان و اهل قبله را در حق ما اجابت بگردان. اولاد ما را هدایت کن، زنان ما را هدایت کن، مردان ما را هدایت کن، جوانان ما را هدایت کن. در کشورهای ما خدایا اسلام را حاکم بگردان. خدایا از ذلت و شرمساری کفار ما را نجات بده. خدایا ما را ذلیل کفار نسازی. کشوری که از زمان عمر فاروق هرات او فتح شده، از زمان عثمان غنی کابل و تخار او فتح شده و شهدای صالحین داریم. در اونجا احنف بن قیس است، در اونجا خون صحابه پیغمبر ریخته. خدایا بیرق کفر و یهود را در اینجا بالا نسازی. خدایا ما را شرمسار و ذلیل نسازی. پروردگارا فلسطین مظلوم را آزاد کن، کشمیر را آزاد کن، چچن را آزاد کن. در افغانستان درفش اسلام را بلند کن. در اونجا امنیت، برادری و اخوت را نصیب ما ملت بگردان. پروردگار ما را پیرو فاطمه زهرا بگردان. زنان ما را پیرو مریم مادر عیسی روح الله بگردان. خداوندا و اولاد و فرزندان و برادران و مردان ما را پیرو اصحاب رسول اکرم بگردان. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. این است که در روز نهم ما در این خندی مبارک می باشیم در دشت عرفات. فردا ما انشاءالله العزیز به طرف منای شریف حرکت میکنیم. در منا ما 5 نماز را میخوانیم. نماز پیشین یا ظهر، نماز عصر، نماز مغرب یا شام و نماز خفتن و فرداش نماز صبح. فرداش که روز عرفه باشه 5 نماز را میخوانیم و نمازهای 4گانه 2 رکعت خوانده میشه. نماز قصر در منای شریف این سنت و این طریقه قصر نمازهای رباعی یا 4گانه این سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است. حتی اهل مکه در منا این نماز را که برای مردم نماز میتن، این نماز را قصر میخوانند و ما که میرم در اونجا نماز پیشین را 2 رکعت نماز میخوانیم فرضش را. سنت حکمش ثابت از بجای خود است، ثوابش زیاد است، ما وقت داریم میخوانیم، گناهی نداره. نماز عصر 2 رکعت است، نماز شام نصف نمیشه، 1.5 3 رکعت بجای خودش است و نماز خفتن هم 2 رکعت، البته به اضافه وتر واجب و سنت، و نماز صبح هم 2 رکعت فرض است. ما در عرفات در منا فردا که رفتیم و جز ذکر، تلبیه، نماز، دعا، مصروفیت دیگه نداره. کدام کار مشخص فردا دیگه نیست. اینمی 5 وقت نماز را ما در اونجا ادا میکنیم. آمادگی میگیریم قبل از حرکت به طرف منا شریف. هر برادر و خواهری که در اینجا آمده نظافت خود را کنترل میکنه، ناخنهای خود میگیره، موهای خود اصلاح میکنه، خود را کیسه میکنه، شامپو استعمال میکنه، خوشبویی بدن خود را میزنه غیر از احرام. و خلاصه امو تمام نظافتی که در وقت آمدن است
احرام پیش از اینکه بپوشیم آمادگی داشتیم عین مشرای و شما فردا غسل میگیرید و این سنت است. حتی خانمایی که از لحاظ شرعی عذر دارند و مریضند اینا باید غسل کنند. این غسل به نام غسل تنظیفی یاد میشه، برای نظافت است. اینا مریض و صحتمند زن و مرد همه فردا حرکت میکنه به طرف منای شریف و ما در راه بهترین ذکر ما لبیک اللهم لبیک گفتن است و یا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر تا آخره و یا از کار و اوراد دیگه که شما یاد دارید. مشخص نیست که یک ذکر خاصی را ما باید تکرار بکنیم. در منای شریف ما شما فردا شب در خیمه میگذرانیم. خیمه هایی است، ارکندشن داره و به اصطلاح زیرش فرش است، آسودگی است، راحت است، دکان است در اونجا و چیزهایی که ضرور بود ایسا در رابطه با مسائل تکنیکیش برای شما صحبت کرد. ما آمدم در رابطه با مسائل دینی و مذهبیش عبادی. شب را که ما در منای شریف سپری کردیم، صبح نماز را میخوانیم و مجرد طلوع آفتاب در روز عرفه کاروانای حجاج گروپ به سوی عرفات راه میفتند و حرکت میکنند و تمام مردم در احرام است. شما با مجرد پوشیدن احرام فردا صبح احرام بسته کردن و شما در احرامتان میگن اللهم، البته بعد از اینکه غسل گرفتن و بعد از اینکه احرام بسته کردن و 2 رکعت نمازی احرام میخوانند، بعد از میگن اللهم انی اريد الحج فیسره لی و تقبله منی. پروردگارا من اراده حج را دارم، پس بر من آسان بگردان و از من قبول کن. لوی خدایا ما ده حج اراده کردی تیرا باندې آسان که او تی قبول که. این یک تعریف بسیار بسیط و ساده است. ما اراده عمره را در ابتدایی که به سوی از جده می آمدیم در طیاره گفته بودیم اللهم اینی اريد العمره فیسرها لی و تقبلها منی. چون ما حج ما تمتع است. حاج تمتع معناش ای است که این متاع یا بهره برداری میکنه هم از عمره و بعد از خود را دوباره از احرام بیرون میکشه، کالای شخصی را مثل ما شما وطن میکنه، دوباره از حلال شدن بهره‌مند میشه، استفاده میکنه. این را تمتع میگه. و انال فردا که روز 8 ذوالحجه است دوباره ما در احرام داخل میشه. بعد از 2 رکعت نماز احرام میگم که خدایا من اراده عمره دارم، حج دارم، حج مرا قبول و بر من آسان بگردان. اللهم انی اريد الحج فیسره لی و تقبله منی. یا میگن اللهم انی احرمت بالحج فیسره لی و تقبله منی. تعریف های مختلف دارد. علی کل حال منزل دو طول و یو دی خو سفر جدا جدا، نیت ها مختلف است ولی هدف یک چیز است، اراده حج، فقط نیت حج. اناله ما شما نیت کردیم به تعقیبش میگم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. شما بعد از تلبیه که امام ابو حنیفه میگه واجب است، در بعد از اینکه شما نماز را خواندین تلبیه بگوین، این واجب است.
شما نامتان محرم است، یعنی داخل احرام. انسانی که احرام بسته کرده، محظورات در رابطه با احرام وجود داره، ممنوعات از او خودداری میکنه. گویی که در کتاب مطالبه یک انسانی که در احرام است چه چیزا بالایش حرام است؟ ناخونا را قطع نکنه، مویا را قطع نکنه، خوشبویی استعمال نکنه، لباسای دختگی نپوشه، جماع حق نداره، دو و دشنام مسائل حق نداره، شکار خوشکر حق نداره و قطع اشجار را حق نداره و مسائل دیگه که در مسائل فقهی یا در کتابا این علما تذکر دادن. شما بعد از اگر کسی حج بدل میکنه یا به نیابت یک کس دیگه حج میکنه، او میگه لبیک اللهم عن فلان، خدایا من تلبیه میگم به نمایندگی فلانی. و حجم که میکنه او نیت خود را میکنه اللهم انی احرمت بالحج عن فلان، خدایا من احرام بسته میکنم که حج کنم از طرف فلانی، یا به فارسی یا به پشتو یا به عربی. ای گفتن به لفظ صریح ای افضل است، بهتر است که انسان تلبیه را بلند بگوید. و بعدا حرکت میکنیم به طرف منای شریف. در منا رسیدیم، 5 وقت نمازم در احرام بخوانیم، شب استراحت میکنیم. کوشش کنن که در وقت استراحت سرتان را در زیر لیاف نپوشانه، کلاه نپوشه. برای خانما علاوه از برهنه بودن صورت، دستاشان هم اجازه نداره که در بین دستکش این داخل کنه. این دو چیز برشان جایز نیست. و پوشیدن جراب و کرمچ یا بود برای زنا این مسئله باقی نداره. اما تنها احرام زن در رویش است و احرام زن دستای خود را اجازه نداره که در بین دستکشا داخل کنه. داشتن ساعت، داشتن گوشواره، داشتن انگشتر، این عینک، گرفتن چتری یا سایه‌بان، این مسائل در شریعت باقی نداره، هیچ باقی نداره. میریم ما در منای شریف سبا شب را سبا میکنیم انشاءالله و صبح بعد از طلوع آفتاب به طرف عرفات میریم. در عرفات ما در دشت میمانیم. در دشت همه مردم در خیمه های خود ایستاده است. کسی تلاوت قرآن میکنه، کسی لبیک میگه، کسی در یک کنج ایستاده از طرف قبله دعا میکنه. خلاصه در حدود 3 میلیون حاجی یا بیشتر، اینا تماما در این دشت و در این میدان در حضور پروردگار همه کفن پوش و سفید پوش یکسان و مساوی در زیر آفتاب و یا در فضای باز عرفات ایستاده است. هر زبان لبیک صدا میکنه و هر دست ازش بوی دعا میاد. از هر زبان بوی ذکر و اوراد است و از چشما اشک میریزه و از عالم پروردگار و عالم ملکوت مردم آرزوی مغفرت و ریزش گناه را دارد. در اونجا عرفات بدون شک شباهت به میدان عرصات دارد و شما در اونجا مصروفیت عمده شما اذکار است، اوراد است. ما در عرفات نماز ظهر و نماز عصر را یک جای میخوانیم در وقت نماز ظهر، هر دو نماز را یک جای و با جماعت هر دو نماز قصر یا مسافرانه خوانده میشه. اولا نماز 2 رکعت فرض پیشین و بعدا متصلش 2 رکعت فرض دیگر را میخوانیم و این طریقه قصر و طریقه جمع بین صلاتین مروی است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و بعدا ما در این حالت است که در اونجا در رابطه با
عرفات و فضائل عرفات در اونجا صحبت‌هایی داریم و همچنان ما محفل دعا کردن و دعاخوانی داریم و بعداً با غروب آفتاب در عرفات و مجردی که غروب میکنه نماز شام را ما در عرفات نمیخوانیم. موترها ایستاده است، همه سوار میشن، مشکلات کمی وجود داره، مثل که در ایستگاه موترها از حرم میایم گاه ازدحام میباشه، تقریبا همینطور ازدحام را احتمالاً که ما سر دچار شدیم، ولی ما صبر میکنیم برای لحظات است، لحظات. ولی در احرام چیزی هم گفته نمیتونه. چرا قرآن میگه فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کسی که در ماهای حج بالای او فرض است، نه جماع اجازه داره، نه کارهای فاسقانه و خروج از طاعت الله و نه جدال میتونه امرای مردم. تماما با گذشت، عفو، اخلاق، با ذکر و اوراد ما شما با مجرد غروب آفتاب حجاج همه به سوی مزدلفه شریف میاد. مزدلفه را در قرآن خداوند یاد کرده به نام مشعر الحرام. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقتی که از عرفات پایین شدن در نزدیک مشعر الحرام، نام یک کوهی است در خود مزدلفه، این کوه را به نام مشعر الحرام یاد میکنه. شما در مشعر الحرام خدایتان را یاد کنید، ذکر الله را. در مشعر الحرام ما از مزدلفه شام میایم، مزدلفه از عرفات میایم در مزدلفه و بعد از مزدلفه منای شریف است. یعنی مزدلفه در وسط راه منا و عرفات قرار داره. ما شما در مزدلفه یک دشت است، در اونجا ما نگاه میکنیم و نام نمبر خیمه ما نوشته است که چند است. و طور مثال میگم که 37. در همون نمره 37 کلان تابلو نوشته است، ما را تا میکنه. حجاج نمبر 37 در همون قسمت است، 38 در جای دیگه است، 47 در جای دیگه است. همین ترتیب همه مردم در شب که رسیدیم بعد از نماز شام و نماز خفتن را یک جا ایر جمع صلاتین، البته جمع تأخیر میکنه. در عرفات جمع تقدیم کرده، شما دیگر را امرای ظهر در وقت پیشین خوانده. در عرفات جمع تأخیر است، جمع صلاتین اما تأخیر. در وقت نماز خفتن شما نماز را میخوانید. هیچ کس اجازه نداره در وسط راه اگر پیاده میه نماز خفتن و شام را بخوانه. هیچ کس اجازه نداره در موتر بخوانه. فقط جای ادای این دو نماز در مزدلفه شریف است. نمازها را ادا کردیم. شما در اونجا هر کس یک قسمت جای را در این دشت برای خود زیر پای خود چیزی را مندازه نمندازه مربوط خودش است. علی کل حال بعد ما شما به اصطلاح سنگریزه ها را جمع میکنیم برای زدن شیطان از مزدلفه. خلطگک های پلاستیکی و یا تیکه‌ای و یا در جیب خود ما 70 سنگریزه را که از به اندازه دانه نخود کلانتر و از لوبیا کوچکتر و خردتر به اندازه ازی ما چی میکنیم؟ این سنگریزه ها را جمع میکنیم. کلوخ جایز نیست. سنگریزه ای که کلوخ باشه او باید سنگ باشه، زیرا اگر شما چوب را در به اصطلاح در خوابگاه مرمی کلاشینکوف پرتن کار نمید، ولی مرمی خودش را باید بندازه. سنگ باید باشه که شیطان
احساس کنه که مرمی آورده، چوب، خس و خاشاک و یا کلوخ جایز نیست. علما میگیرن شما 70 سنگریزه رو میگیرد و بعدا اگر کسی کودک دارم رای خود طفل صغیر است، چون نایب از او میره شیطان رو میزنه خودش نمیتونه، کودک خودش بهتر است که سنگریزای خود اگر جمع میتونه جمع کنه و یا ای که سنگریزا را به دست کودک بده، پدر، برادر، وکیل و نایبش، او کودک دوباره امی سنگریزا را به دست وکیل خود بده. بعد از او به نیابت از او ای وکیل شده شیطانا را باز میزنه. اما در مورد موسفیدا اینطور نیست. موسفیدا خودشان سنگریزای خود را جمع میکنه. در امید زیاد است، دشت است، سنگ است، همه چیز است. علما گفتند که یک بار در کوه مشعر الحرام بالا شدن این مستحب است، ثواب دارد. یک کوه است در پهلوی می دشت، نزدیک است. بعضی کسایی را من دیدم که بالا می شدن در کوه قسمت. یک طریقه است، مستحب است. اما اگر کسی بالا نمیشه، کوچکترین نقص و خلل در حج او وارد نمیشه. هیچ. سنگچلای خود را ما میرید جمع میکن. شب به ذکر و دعا اگر سپری میکنین و یا تا قسمت شب بیدار هستین، بعدا میخوابین جایز است. حجاج میخوابن در اما یک تعداد اگر بیدار باشه. خب بعد از این صبح شب ما در مزدلفه تیر میکنیم. فرداش نماز صبح را در مزدلفه ما میخوانیم و بعدا پیش از طلوع آفتاب، یعنی در روز عید قربان، پیش از برآمدن آفتاب تمام مردم در موترهای سرویس میشینه به طرف مینای شریف میاد و بکس و کشتاری خود را که داره اینا را تماما در خیمه های خود جا به جا میکنه. معلولین، زنای معذور، مردمای به اصطلاح معیوبین، اینا کسایی که معذورند در بین خیمه میمانه، دیگرها حرکت میکنه به طرف زدن شیطان بزرگ در روز عید قربان، روز اول عید قربان. 7 تا مرمی را امرایتان میگیره در روز اول، خدا آماده میگیره. چست و چالاک که میرن در یک جبهه عملیات است، قدمای چست و چالاک بلند میکنه با بسیار به اصطلاح نشاط. بعدا مرمیایتان امرایتان میگیره. اگر 10 تا بگیرن بهتر است، شاید 3 تاش خطا بخوره، از پیشتان تا بفتن. در اونجا وقتی که مرمی را گرفتن میرن برای زدن شیطان بزرگ در روز اولی. میتواند خدا کنه 70 تا مرمی تانم. اما در روز اولی 7 تا مرمی را به طرف شیطان نشانه میره. 7 تا مرمی را و شیطان بزرگ در روز اول میزنه. سبحان الله، عجیب یک حکمت است. در روز اول شیطان بزرگ را باید زد و در قرآن میگه فقاتلوا ائمة الکفر، شما بکشن سردمدارای کفر، سر اونا را قطع کنن. وقتی که سر قطع شود بدن خود به خود سقوط میکنه. یعنی مو شیطان بزرگ اگر سقوط کنه، شیطانای کوچک خود به خود سقوط میکنه. اگر یک تشکیل بزرگ شیطانا سقوط کنه، به طور مثال یک مثال زنده بتیم، اتحاد شوروی سقوط کرد، در دنیا سقوط در همین مکتب پیدا شد. واقعیت است. خداوند میگه پیغمبر علیه السلام امر کرده شریعت که در روز اول عید قربان شیطان بزرگ باید زد. ما میریم، همه مردم میرن، تقریبا شاید نیم ساعت 45 دقیقه پیاده ما بریم. فرق میکنه اگر خیمه ما نزدیک مسجد خیف باشه فبها و نعم، اگر دور باشه خب بازم ما میریم، هر قدم ما اجر است. ایناله ما وقتی که رفتیم تا
زوال آفتاب حتما باید شیطان بزنیم. اگر بعد از زوال شود باز خطرناک است. چرا زدن شیطان قبل از زوال واجب است. حتما رمی جمرات واجب است. انسان باید این را بزنه و تا زوال آفتاب ما شما میریم برای زدن شیطان. کسایی که عذر داره اینا نمیتونن که شیطان بزنه یا خوشان برد در خیمه دیگه. اونا را شاید که یا وکیل میگیره. اینا اگر کسی خودش به پای خود حرکت میتونه اجازه گرفتن وکیل نداره. یعنی میتونه بروه و میتونه بزنه، اجازه نداره که وکیل بگیره و نایب. اما کودکان، کسایی که مریض است، کسایی که ضعیف است از لحاظ سن و سال، اینا میتونن که یا عذر دارن وکیل بگیرن. اما خود کسی که وکیل شده، به طور مثال حاجی صاحب وکیل است، اول مرمیای خود را میزنه و بعدا مرمیای کسی را که از طرف وکالت گرفته. اینطور نیست که اول مرمیای از او را میزنه، نه، اول از طرف خود و بعدا از طرف کسی که وکالت میکنه. ایرمه کسایی که مرمی ازشان گم میشه احتمالا میتونن در منا و در مسیر راه هم جمع کنند. این جایز است. در منای شریف و یا در مسیر راهی که طرف شیطان میره تعداد کثیر حجاج در همونجا جمع کرده میره. اینالی شما میریم به طرف شیطان زدن، در اونجا ازدحام به نهایت زیاد است. ما یکی از زیر پل داریم، یکی از سر پل شیطان را که به استقامت حرکت میکنه. توصیه ما من حیث یک کسی که یک بار یا دو بار رفتیم در اونجا، تجربه ای است که از زیر پل باید ما حرکت نکنیم به طرف شیطان، از زیر پل. چرا در اونجا اگر پیش میرین شیطان را میزنن، برای برآمدن راه خروجی تقریبا در یک بنبست ما قرار میگیره و ازدحام مردم است. میلیونی مردم میآید، اکثر مردم در اونجا زیر پای میشه و کشیدن بسیار مشکل است. هوا دب است، تنفس نمیشه، حرارت بینهایت زیاد میباشه و این مردم هم آداب حج کردن و آداب حج نبودن را متاسفانه که 5% هم حجاج ما نمیفهم، خصوصا از بعضی کشورهایی که میآید. میدوند و میدوند، فکر میکنه که با می شدت بزنی فایده زیاد است، در حالی که زیر پا نمودن مسلمان، کشتن مسلمان گناه کبیره است. اگر کسی حلالش میدانه کفر است و زدن شیطان واجب است. زدن شیطان واجب است. شما ببینید ترک فرض و دست آوردن سنت. ما در تخریب فرائض و در ترویج نوافل نباید اقدام کنیم که نوافل را انجام بدیم، مثل که مردم شب تا به صبح را ذکر کنه، الله الله بگویه، حلقه کنه و صبح از نماز فرض خوش ببره. در حالی که عمر فاروق رضی الله عنه میگه یک کسی در نماز صبح نامده بود. گفت چرا؟ گفت یا امیر المؤمنین او بسیار آدم پرهیزگار است، شب تا به صبح عبادت میکنه. گفت به خدا قسم اگر شب تا به صبح میخوابید و صبح به نماز جماعت و نماز صبح خدا میرسان، ای از تمام شب عبادتش کرده ثواب زیاد، که تمام شب میخوابید بهتر بود و در نماز صبح میآمد. حالا ما به طرف منا، در منا بهتر است از بالای پل بریم، چون در بالای پل شیطان را میزنیم. پیش یک قسمت جا است که مردم به مستقامت میره، راه خروجی است. وقتی که شما مستقیما طرف شیطان میرین، کوشش شما که مستقیما بالای شیطان ما نروید، چرا همه مردم میخواه مستقیم بزنه شیطان. بهتر است از دو پهلو ما شیطان را فریب بدیم. یک تاکتیک جنگی
ما از طرف راست و یا چپ ما با می استقامت حرکت کنیم. فکر کنه مردم که هم دیگه خلاص کرده میرن. وقتی که رفتیم از این پشت سر پس دور میخوریم. اینجا تقریبا جا خالی میباشه. خلاص به خاطر کل میرن. ما شما میریم به استقامت و یا به استقامت از پشت سر شیطان پس میریم و ما یک مانور نظامی سرش انجام میدیم. بعدا در نزدیکترین نقطه شیطان را سنگباران میکنه و با هر سنگش که شما میگیرن در بین 2 انگشتتان و یا 3 انگشت جایز است. با 2 انگشتتان میگیرن به استقامت شیطان میگن بسم الله الله اکبر. در سنگی که میزن بسم الله الله اکبر رجما للشیطان و رزا للرحمن. شیطان را سنگباران و رحمان را از خود راضی می سازد. و یا تنها با گفتن الله اکبر هم کفایت میکنه. هیچ کدام فرقی در ثوابش و در طریقه درستش نمیاد. هر دوش یک چیز است. اما دعایی که کردن که اگر بگوی بسم الله الله اکبر رجما للشیطان و رزا للرحمن اللهم اجعله، بعد این 7 سنگریزه را میزنه روبرو میره پیش روبروی قبله دستای خود بالا میکنه و میگه اللهم اجعله حجا مبرورا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا. این دعا را میگه. یا شما میرید طرف قبله دست بالا میکنید میگه خدای قبولش کنی حج من و این زدن مرا به دربار قبول بگردان. دعا میکنن که کل شیاطین در روی زمین خدا سرنگون کنه. این جای دعای سرنگونی شیاطین و خوب به یادتان بیارید. سر سیاست و سر سفید سر هر دوش زدن شیطان. شیطان دشمن مشترک است. غزل یک سوال است. همین مرمیه رو باید خود هر کس مجبور است خودش جمع کنه. فرض میکنم بابا خودش جمع نکردن دیگه نفر باشه. افتاد مرمی رو باید هم خودش جمع کنه. هر کس باید خودش جمع کنه ثواب جاست. یعنی خرید و فروش مرمی صحیح نیست. جایز نیست. هر کس میتونه خودش مرمیای خود را سنگریزهای خود را جمع کنه. این همین سنگریزه ها در روز آخرت بالای کسی که جمع کرده شهادت میده به شفاعت است. همین سنگریزه ها بدان بهتر و طریقه درستش ای است که هر کس سنگریزه را خودش جمع بکن. و بعد ما ایره که رفتیم میم دوباره به طرف خیمال. این روز ما با می مطلب تمام به طرف کمپ خود در مینا میاییم. در همون نزدیک جمرات اینمی شیطان را که ما میزنیم به نام جمرت العقبه یا این به نام جمرت الکبرا هم یاد میکنن، زدن بزرگ، و یکی جمرت الصغرا است، یکی وسطا است، یکی کبرا است. اینال ما میاییم دوباره نماز را شما میتونید که دوباره به طرف خیمه های خود ما حرکت میکنیم. در خیمه های خود در اونجا ما منتظریم که قربانی ما چی وقت ذبح میشه، چون روز اولی منتظر هستیم که صدای ذبح شدن قربانی حجاج چی وقت به گوش ما میاد. البته از بین کاروان رحمت نفر رفته در قربانگاه مینا و خودش شاهد ذبح کردن یا ذبح شدن قربانی ها و هدایا است. هر حاجی که آرزوی رفتن داشته باشه میتونه بره، ولی این مشکل میباشه، گاهی خسته میباشه و گرمی میباشه. یعنی امکاناتش هست که شما برید خودتان نزدیک. خب هر صورت امکانات داره که شما برید ذبح، هر کس میتونه. به هر حال ما وقتی که در اونجا شنیدیم که قربانی های شما چی شد، هدایا ذبح شد، دفعتا دیگه میریم برادرها یک سر دیگر قربانی چی میکنه، خچی میکنه. فکرتان باشه که پیش از قربانی و پیش از ذبح شدن گوسفند سرتان تراش نمیکنه. فکرتان باشه که یگان تو میگه کتاب خوانده
چی میگم در کتاب نوشته بود چی بود؟ شیطان که زدی باز بی از احرام برایی، از احرام جانت بوشی و سرت تراش کن. خبر نداره که در اینجا شیطان که زدی. بعد از زدن شیطان ما کامیاب شدیم در میدان جهاد و مبارزه، شیطان خواندیم، ما به شکرانگی ای جهاد خود یک قربانی و هدیه در پیشگاه پروردگار تقدیم میکنیم. او را که ما ذبح کردیم، بعد از ما سر را قچی و یا تراش میکنیم که پیغمبر علیه السلام 3 بار دعا کرده اللهم اغفر للمحلقین، خدایا کسایی که سر خود را تراش میکنن مویای خود را رحم کو بالایش. صحابه گفتن یا رسول الله وللمقصرین، کسایی که سر خود کوتاه میکنن برای ازوام دعا. باز گفت اللهم ارحم للمحلقین، کسایی که تراش میکنن. صحابه گفتن یا رسول الله وللمقصرین، پیامبر گفت اللهم ارحم للمحلقین، برای کسایی که تراش میکنن. دفعه 4 گفت وللمقصرین. اینال خودتان درجه را پیدا میکنید. درست است موها خیلی زیبا است، بسیار حسین است، بسیار زیبایی داره، ولی اجر و ثواب الهی حسینتر و زیباتر است. و بعدا موها را که ما تلاش کردیم البته ترتیب است: رمی جمرة العقبة الکبرى، زدن شیطان بزرگ یک به ترتیب است. دوم نحر الهدی یا ذبح الهدی، هدیه را ذبح کردن، این 2 به ترتیب است. سوم تحلیق الشعر، تراش کردن موها است. و بعدا ما تحلیل است یعنی حلال شدن است. و بعدا ما میتونیم لباس خود را ما شما غسل میگیریم، در اونجا هر حاجی که از دیگر مویاش تراش میکنه از خانما 4 سه موی خود را میگیرن، 4 سر نکایش به اندازه 1 سر انگشت قطع میکنه، 4 سه سر. اینا بعدا غسل میگیرن، شامپو میزنن، بهترین عطر میزنن، بهترین مشک و گلاب را، بهترین کالایتان میپوشن. همه چیز براتون حلال است غیر از یک چیز، شما نمیتونید خانه داری کنید. اینا تحلیل اولا میگه. تحلیل اول حلال شدن اول، 2 تحلیل داره. در تحلیل دوم که همه چیز حلال است، حتی همه چیز حلال است. او تحلیل دوم میاین با کالای شخصی تان، نه با احرام، چون از احرام برآمده، میاین در روزه به طرف بیت الله الحرام 7 طواف میکنن و در اونجا میگه اللهم انی اريد طواف الحج فيس 7 طواف اللهم يسره لي وتقبله مني. یا به زبان خود میگه پروردگارا 7 طواف را میخوایم انجام بدم، طواف حج، طواف فرضی را قبولش کو با آسان کنه از حجر الاسود. اونم تو شروع میکنی 7 طواف، بعدا صفا و مروه 2 رکعت نماز و بعدا آب زمزم، بعدا میرن در صفا و مروه دوباره میرن. صفا و مروه دارن، صفا و مروه دارن. چرا؟ یک بار اول که ما آمدیم حج عمره کردیم، یک عمره طواف عمره کردیم و یک سعی بین صفا و مروه به خاطر عمره کردیم. اینال حاجی تمتع عمرش اول است، عمرش یک طواف هم داره و سعی هم داره بین صفا و مروه و حجش مانده، حجش هم یک سعی بین صفا و مروه داره. یک رفتن بین صفا و مروه به خاطر عمره در ابتدا و در قدم دوم در روز عید یک صفا و مروه میریم به خاطر حج. پس حاجی تمتع 2 طواف داره و 2 سعی داره. متوجه است؟ با سر تراش شدن نداره. سر تراش کردی چیزی نماند. اینال شما بعد از دیگه اینمی روز است با همین طواف که طواف فرضی است در روز عید قربان یا طواف افاضه است یا طواف رکن است نامش در کتابای فقه، با همین طواف که انجام دادن و سعی
شما رسما قبول شدن و شما حاجی واقعی شدن، حاجی رسمی. اینال قبولی شما در مسئله فقه شما رسما حاجی شدن. همه یک شیطان بزرگ خود تشریعات داده. دو شیطان دیگه ما اجازه بده. من یک شیطانم نمیمانم اگر خودش هم میمانم نه بزرگش، ولی از بزرگ به امر پروردگار شروع کردیم و می خاطر است که تبلیغات ما علیه شیطان بزرگ جان هیچ مثلا تو حلال است دیگه. خلاص همین بعد از اینکه زم همیشه تو سرت تراش میکنیم خدا کنه جوهای خون جاری شد از سر خدا نکنه. مثلا این خون در راه خدا است. اگر در راه خدا همینطور پاش و باد شویم و خون ما دریا واری جاری شود. لبیک اللهم لبیک. حالا دیگه تو نترس از قربانی. ما قربانی را عمل انجام داد. خب این حال ما شما گفتم که سرت راشیده رو خبر میاد که قربانی شد. خب فکرتان بگیرن که من چی میگم. درس حتما متوجه باش که باز من اینمی درس هایی را که میتونم سوالم میکنم و نقال و نقل دهنده رو بکنم. یکی دلیل رو که یک مرد یک اجازه هم بکام است کسی که قربانیش میکنه. بله. تمام شما رو مالس گرفتیم. شما مربوط یک کاروان هستن به نام کاروانی رحمت. کاروان رحمت به شما میگه خودتان قربانی میکنین یا وکیل میگیرین کسی را. شما میگن دست طرف من آقای مهاجرزاد، حاجی صاحب عبیدالله، آقای سادات، آقای عثمانی و یا ای که آقای نبیزاده و امثال، اینا شما وکیل ماست. یا ما وکیل نمیگیرم، خودم میرم قربانی خود را ذبح میکنم. اینال ما شما در روز اول عید با لباس شخصی طواف فرضی را بکنیم. اینمی چیز که شما حاجی میشین. اینمی چیز که شما حج کلان را اینمی حاجی میشین. و بعدا ما دوباره میریم به طرف مینا. روز اول عید قربان ما میریم به طرف مینای شریف. در مینای شریف ما بازم شب را تیر میکنم. فردا صبحش بیدار میشیم چای خودم میخورم. روزه نمیگیریم. وقتی که دارید در امی وقت میتونید که شما برید یک مسجد از در اونجا به نام مسجد خیف. ایره در عربی خیف هم میگن. مسجد خیف شریف. در این مسجد در حدیث است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه 70 پیغمبر در مسجد خیف نماز خواندند. 70 پیغمبرای الهی در مسجد خیف نماز خوانده. از جمله یونس علیه السلام، موسی علیه السلام، هارون علیه السلام و اینا در اینجا نماز خوانده. بسیار مسجد مبارک و بزرگ در نزدیک جمرات. این روز اول عید را ما سپریم و فرداش در روز دوم عید ما چی میکنیم؟ کالای ما پاک است. اگر کسی نمیتونه در روز اول عید بیاید در حج طواف کنه، میتونه شو بیاید، شو هم جایز است. میتونه سبا بیاید، دیگه سبا بیاید. در 3 روز عید میتونه که طواف فرضی خود را انجام بده. یک طبقه که جایز است برشان بعد از عیدم در روز 4م عید، 5م عید، 6م عید طواف فرضی خود را کنه. زنی که معذور است از لحاظ مرض نسایی میتونه صبر کنه، تمام اعمال انجام میده. تمام اعمال را انجام میده. شیطان خود را میزنه، ذبح میشه و موهای خود را میگیره. صرف برای طواف فرضی منتظر است. وقتی که 3، 4، 5 روز 6 روز بعد از مراسم حج از ایام پاک میشه، می طواف خود را میکنه و بعدا خلاص. این برای از نه دم سرش لازم است و نه در حجش کوچکترین خلل وارد شد. هیچ. ما شما اینال ما در جمرات وقتی که میریم در شیطان زدن، کسی حق نداره مرمیایی که زده شده او را زیر پای جمع کنه و مرمیا را بزنه. چرا مرمی که یک دفعه فیض شده کوچک است. او در شریعت
اعتبار خود را باخته. اسلام میگه مرمی پوچک را به کار نبر. هر نفر باید مرمی نو و اصلی خود را باید به کار بگیره. مرمی که یک بار زده شده او را دوباره استعمال کردنش امام ابو حنیفه میگه کرایت داره، او را باید استعمال نکنید. اما در زدن شیطان فقط به مو استقامت نزدیک استاد شوند که برسه مرمی. اگر در شیطان نخوردم به استقامتش رفت در امو جای افتید هم جایز است، از گردن شما خلاص. 7 مرمی را یک بار زدن درست نیست. یک بار زدن 7 مرمی را جایز نیست. هر نفر باید علایده مرمی های خود را استعمال کنه. اگر یک کسی 4 مرمی را فیل کرد 3 مرمی را نزد، معنای ازی است که اکثریت را زده، واجب ساقط شده و به خاطر ترک 3 تای دیگه میتونه صدقه بده. اما اگر یک نفر 3 تا را زد 4 تا را ترک کرد اکثریت را، این در حقیقت اگر امروز دوباره نزنه او را و فردایش اگر میزنه یک دم بالا از واجب است، یک وصفت، چون ترک واجب کرد. جبریزی به فدیه و دم است. متوجه باشد که اگر اکثریت سنگا را میزنه مسئله نیست دیگه، خون نیست سرتان. یعنی فدیه اگر 3 تا را میزنین 2 تا را و بعد میاد با سر شما یک روز میگذره، سر شما باز فدیه لازم است. و به فردایش در روز دومی ما شما بعد از نماز پیشین حرکت میکنیم، یعنی بعد از زوال آفتاب میریم تا غروب آفتاب. چی میکنیم؟ مرمی های خود را میزنیم. امام ابو حنیفه میگه اگر یک نفر معذور است، مشکل داره، اگر بعد از غروب آفتاب تا صبح امروز اگر بره هم جایز است، هم جایز است. اگر کسی صحتمند است و عذر نداره میتونه، پس برای چی است؟ مکروه است. یعنی امو قرض و دین را ادا کرده امرای ترک سنت میتونند از طرف شبم خانما برن که بسیار خلوت میباشه. کسایی که نیمه قدرت داره اونا میتونن از طرف شب بزنن، هیچ کدام باکی نه. بعد از زوال آفتاب در روز دوم، در روز سوم هم بعد از زوال آفتاب. روز دوم 21 مرمی. در روز دوم 3 تا شیطان میزنه. شیطان در روز دوم 21 جمع 7 مساوی به 28. در روز سوم هم 21 جمع 28 مساوی به 49. میمانه 21 تا دیگه. این 21 ما میمانیم برای چی وقت؟ برای روز چهارم. روز دوم هم زدیم، روز سوم هم زدیم، شب هم میگذرانیم. اینه؟ حالت نیست که باشه و همون شام بده. ایناله گوش کن. در روز اول ما زدیم 7 تاره. روز دوم 21 تاره. روز سوم 21 تاره. در روز سوم عید قبل از غروب آفتاب اگر ما مینا را ترک کردیم آمدیم در اتاقای خود، اما 21 تا دیگه ساقط میشه، سر ما نیست دیگه. او دی اختیاری است. خداوند میگه فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه و من تأخر فلا اسم علیه. کسی که عجله میکنه در دو روز عید اینا سرش گناه نیست. اگر کسی تأخیر میکنه روز سوم هم میباشه سرش گناه نیست. اگر شما روز اولی زدین، دوم عید زدین و سوم عید هم زدین، یعنی اینا در روز سوم عید بعد از زوال پیش از غروب آفتاب مناره کالایتان میگیرن در سرویس ها میاین، کل گروپ میاد پس پای خود دیگه بازو 21 تا دیگه ساخت میشه از کردن. اما اگر سر کسی در منای شریف غروب آفتاب آمد، خدا کنه غروب آمده باشه این مهم نیست، اما اگر او مانده باشه که آفتاب غروب کرد در روز سوم، فردا مجبور است که 21 تا دیگه خود را بزنه و بعد از او بیاید. بعد از او بیاید که یک شب اضافی رو تکنیم. خب ما شما کنید که انشاءالله این کار نمیشه، اما میاید. حالا یک سوال اساسی میماند. یک تعداد مردم است در منا مریض است، شب تر نمیتونه.
اینا میتونن در اینجا باشه، وکیلشان در اونجا بزن و یا نمیتونن. شریعت و فقه حنفی در این مورد اینطور میگه که المبیت بمنا سنتون، شب گذشتاندن در منا این سنت مؤکد است، سنت است. اگر کسی شب نمیگذرانه تنها برای رفت زدن شیطان میره و پس میره، این یک کار خلاف سنت انجام داده. خلاف سنت یعنی مکروه، یک کار زشت، سرش نه خون لازم است، نه فدیه لازم است، نه کدام چیز دیگه لازم است. امام شافعی و دیگه مذاهب میگه اگر کسی شب نگذرانه در مینا، سرزو یک تا گوسفندی همینطور، گوسفندی که مناسب است برای ذبح شدن سرش لازم میشه. امام ابو حنیفه میگه میتونه. چرا؟ امام ابو حنیفه کاکای خود عباس را از مینا که جمره رزد در روز اول روان کرد به مکه معظمه، گفت برو تو میتونی بری شب در مکه تیر کنی. این دلیل گرفت امام ابو حنیفه. چرا؟ امام حضرت عباس می آمد برای مردم آب زمزم میداد و سقایت مسجد الحرام اونا را آبیاری مردم آب میداد. اما اگر کسی مریض است، تکلیف داره، نمیتونه، از روایات فقها معلوم است که برای جایز است اگر میاد در اتاقای خود در اینجا میگذرانه که اگر معذور است. ولی طریقه مسنونه ثواب بیشتر امی است که در همونجا باشه، ولی وکیلش به عوض از او انجام بده و زدن جمرات. این بهتر است. و در روز سوم ما و شما باز بخیر که زدیم شیطانا را، دوباره میاییم به طرف مکه معظمه. در مکه معظمه ما و شما طواف هم کردیم، همه چیزها را میمانه یک طواف ودا. این را طواف خداحافظی میگه. طواف ودا روزی که ما مکه را به عزم مدینه منوره ترک میگیم، ودا میکنیم، خداحافظی میکنیم با خانه کعبه معظمه، میریم 7 طواف میکنیم، 2 رکعت نماز در پشت مقام میخوانیم و در زیر میزاب و رحمت دعا میکنیم و بعدا میریم آب زمزم نوش جان میکنیم و بعدا دست بالا میکنیم که خدایا این آخرین دیدار ما با خانه کعبه نگردانی و این آخرین زیارت ما نگردانی. بارها